بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث های قبلی ما درباره دلیل ها و راه های اثبات وجود خدا صحبت کردیم. از امروز ما واردی بحثی صفات الهی می شویم. اما پیش از وارد شدن به بحث صفات الهی اجازه بدهید من یک نکته مهم هست در این رابطه عرض کنم. بحثی اثبات وجود خدا بحثی خیلی آسان بود، سهل بود، اما بحث در رابطه با صفات خدایی بحثی سخت است. سببش هم این است: خداوند هیچ چیزش مثل مخلوقات ما نیست. لیس کمثله شیء. اصلا خدا هیچ سنخیت با مخلوقاتی هستی، با موجودات هستی ندارد. خب بنابراین شناختن صفاتی او که برای من که در دل طبیعت بزرگ شده ام، در این طبیعت به این طبیعت انس پیدا کرده ام، هرچی هم بشناسم یعنی دایره آگاهی های من همین مرتبط به طبیعت است. بیرون از طبیعت را که نمیشناسم. منظورم بیرون از طبیعت یعنی وقتی طبیعت گفتم، هستی گفتم، همین گیتی، همین همه سیاره ها و با این کهکشان ها، اینا همه مادی حساب می شوند، همه کهکشان ها. اما عالم محدود به این عالم مادی کی نیست. ما عالم ملکوت هم داریم که هیچ شناختی به اون نمیتوانیم داشته باشیم. شناخت به این معنی که میتوانیم تصدیقش کنیم، یعنی بگوییم هست، چون دلیل هست. ما دلیل داریم که ثابت میکند یک عالمی هست، خدایی هست. اما آیا میتوانیم به ماهیتی اینها پی ببریم، آگاهی پیدا بکنیم؟ خیلی که من مثلا با یک ماهیتی موجوداتی هستی مثل درخت و چوب و اینها آشنا میشم، میتوانم آشنا شم. آیا با خدا هم همچنین علیه بالله میتوانم آشنا شم؟ به هیچ وجه نه. همسنخ نیستیم ما. خب پس این رو باید در بحث صفات الهی همیشه مد نظری ما باشد. در قرآن هم روی این مسئله خب بسیار تاکید شده است. شما نگاه کنید، سبحان الله عما یصفون. این تسبیح خدا در قرآن زیاد روش تأکید شده است. سبح اسم ربک الاعلی، سبحان الله عما یصفون. این سبحان الله میدونید چیست؟ یعنی تنزیه خداوند است از اوصافی که ما میکنیم، از ویژگی هایی که او ما براش متصف، او رو با این متصف بکنیم. ما خدا رو از این بالاتر و پاک و بری میدانیم. بله، خدا دارای صفات است، صفات جلال و جمال. خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حی است، خدا مرید است، خدا سمیع است، خدا متکلم است و دیگر اوصاف الهی. اما خب ما که نمیتوانیم به اون علمی بی پایان خدا احاطه پیدا بکنیم، این سخت است. فقط میتوانیم یعنی در همین حد باید اکتفا کنیم که خدا عالم است، بله آگاه است و تفاوتش با آگاهی ها و علم های بشری ما این است که آگاهی های ما محدود است، ناقص است، اما علم خدا، آگاهی های خدا حد و مرزی نمیشناسند. این باید در مد نظری همه باشد. در یک تقسیم بندی صفات خدا را به دو دسته تقسیم بکنند: صفات ثبوتی و صفات سلبی. صفات ثبوتی صفت هایی است که خدا دارای آنهاست، با آنها خدا وصف می شود، متصف می شود، مثل همین علم و قدرت و
زندگی، حیات و اینا. اما صفت‌های سلبی که در کتاب‌های اعتقادی درباره آن بحث هست، این یعنی صفت‌هایی است که خدا آنها را ندارد. مثل اینکه خدا جسم نیست، یا به تعبیر دیگر صفت‌های سلبی صفت‌هایی است که ما ذات خدا را از آن منزه می‌کنیم، از آن بری می‌دانیم خدا را از آن. خدا جسم نیست، خدا مکان ندارد، خدا در زمان نیست و غیره که حالا در جای خودش بحث خواهیم کرد. بعد در بحث صفت‌های الهی یک بحث دیگر هم هست، صفت‌های خبری خدا. در این باره هم بحث خواهیم کرد که مراد از صفت‌های خبری چیست و پیرامون این صفت‌های خبری خدا یک اختلافاتی هست بین مکتب‌های اعتقادی، مشرب‌های کلامی که به اون هم اشاره خواهیم کرد. پس عرض کردم که صفت‌های ثبوتی صفت‌هایی است که خدا آنها را دارد و صفت‌های سلبی صفت‌هایی است که خدا آنها را ندارد. در رابطه با صفت‌های ثبوتی من بحث را به همین اندازه اکتفا میکنم که خدا دارای صفاتی وجودی است. صفات وجودی منظورمون این است، هر کمال، یعنی خدا دارنده کمالات است. هر صفتی که در ما میشناسیم و اون صفت کمال محسوب میشود، خداوند آنها رو داراست. مثل همین علم یک کمال است، نقص که نیست. قدرت یک کمال است. حیات یک کمال است. هر کمالی که تصور میتوان کرد در همین هستی، این صفات از خداست و خدا دارنده آن صفات هست. خب با طوری بی نهایت، چون صفات خدا محدود نیستند. خب بر همین اندازه بسنده میکنم، دیگر بیشتر بحث نمیکنیم. در صفت‌های سلبی فقط به 2-3 مورد اشاره کنم. یکی اینکه خداوند متعال مرکب نیست. بدونید علتش این است، ما اگر خدا را مرکب یعنی چی؟ یعنی ترکیب یافته از اجزا. همین بشر، اصلا مادیات، پدیده‌های مادی، پدیده‌ای که ما در این جهان میشناسیم آنها را، اینا همه مادی هستند، اینا همه مرکب هستند. اصلا ماده یعنی مرکب در برابر بسیط یعنی مرکب نبودن. تصور آن هم سخت است، چون ما نمیتوانیم آن را حتی تصور کنیم. چون اگر خدا را انسان مرکب بداند، لازمه مرکب بودن یعنی نیازمند بودن. من مثال میزنم بلا قیاس مثلا ما آب چیست؟ آب را حتما در دانش شیمیا خوانده اید که آب یعنی یک اکسیژن و 2 هیدروژن. درست؟ خب یعنی آب ترکیب یافته از این چند تا عنصر است. آب در آب بودنش نیازمند به اجزای خودش است. یعنی اگر اکسیژن نباشد آب نیست. فقط با هیدروژن که آب نمیتوان باشد آب. یا اکسیژن باشد یا هیدروژن نباشد، اون هم آب نیست. برای اینکه آب باشد این اجزا باید کامل باشد. به تعبیر دیگر آب در آب بودن نیازمند این اجزا هست، این جزءها هست، این اقسام خودش هست. مرکب این که میگیم خدا مرکب نیست به همین خاطر، علیاذ بالله، یعنی خدا مرکب از اجزا تصور بشود یعنی خدا نیازمند میشد، در حالی که خدا غنی است. غنی یعنی بی نیاز. یا ایها الناس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ای مردم، این شما هستید که به خدا نیازمند هستید، اما خداوند ذاتی بی نیاز است، ذاتی حمید یعنی ذاتی بی نیازی
پسندیده، بی‌نیازی، محمود یا همچنین چیزی. خب این یکی از صفت‌های سلبی که گفتیم. پس خداوند مرکب نیست. یکی دیگر از صفت‌های سلبی که در کتاب‌های اعتقادی روی آن بحث زیاد هست این است که خداوند جسم نیست. هم جسم مثل ما نیست، یعنی علیاذ بالله این ما که از جسم ترکیب یافتیم، خداوند چنین نیست. اصلا جسم نبودن خدا تصورش خیلی برای بعضی ها که آشنا نباشند با علوم عقلی خیلی سخت است. یعنی آیا میتواند چیزی باشد که اما مشت پرکون نباشد مثلا؟ بله هستند و عقل اینها را تصدیق میکند. اما خب دارنده ویژگی مادی نیستند، جسم نیستند. خداوند هم جسم نیست. یکی دیگر از صفت‌های سلبی که در کتاب‌های اعتقادی در اطراف آن بحث شده است این است که خداوند محل ندارد، مکانی ندارد. ولله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. مشرق و مغرب از آن خداست، هر سو که رو کنید روی آورید خدا آنجاست. یعنی برای خدا محل تصور نمی شود، مکانی تصور نمی شود. دلیلش هم این است، دلیل عقلیش. ذاتی که کسی که یک مکانی را اشغال کرده باشد این مرکب است. یعنی ما چیزی غیر مرکب نمیتواند در مکانی باشد. یعنی یک جسم است، یعنی در یک جهتی قرار گرفته است و در یک جای دیگر نیست. خب این که نقص است و این کمبودی است، با خدایی خدا سازگار نیست. خب شما دیدید حتما که این بحث را خیلی بین بعضی از دانشمندان و بین پیروانی مکتب‌های اعتقادی بحث شده است که خب اگر خدا را از نظر عقلی گیریم، فرض کنیم که خدا مکان ندارد، این ثابت شد. حالا تو آیت‌هایی داریم در قرآن یا بعضی روایت‌هایی داریم که از آنها فهمیده می شود که برای خدا یک نوع مکانی قائل شده است، مثل اینکه برای خدا عرش قائل شده اند. مثلا آیتی هست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى. خدای رحمان در عرش استوا پیدا کرده است. خب از این به دست می آید که بس خدا مکانی دارد. خب یا دیگه روایاتی هست مثلا در هنگام دعا وقتی ما مثلا دست را به سوی آسمان دراز بکنیم به این معناست که خدا مثلا در آسمان. از همچنین تفسیرهای هم شده است. پس چیکار کنیم با اینها؟ انشاءالله در این باره در بحثی آینده به تفصیل بحث خواهم کرد. فعلا خدا نگهدار همه عزیزان و صلوات و سلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. خدا نگهدار شما.